سلام. یکی از ترس‌های بشر تو چند سال اخیر این بوده که هوش مصنوعی بیاد و نسل بشر رو زمینگیر کنه و به بشر حکومت کنه و بشر رو به عنوان برده خودش بشناسه. این اتفاق نمیتونه به کمک هوش مصنوعی امروزی مثل چت جی پی تی و امثال هم بیفته. چرا؟ چون اونا Artificial Narrow Intelligence هن، ANI، هوش مصنوعی باریک. و هوش مصنوعی که میتونه این کار بکنه ASI و AGI هن. امروز میخوام در مورد این دوتا مفهوم به ویژه در مورد ASI صحبت کنم. Virtograph. ASI یعنی هوش مصنوعی ابرهوشمند یا ابرهوش مصنوعی Artificial Super Intelligence و در واقع فعلا یه مفهوم فرضیه و هوش مصنوعی که خیلی پیشرفته تر از انسانه و همون کتاب مربوط میشه به داستان‌ها و فیلم‌های علمی تخیلی و میتونه داده ها رو پردازش کنه، مشکلات رو مثل انسان و حتی بهتر از انسان و با روش های فراتر از درک فعلی انسان مشکلات رو حل کنه. گفتم در مورد AGI هم میخوام صحبت کنم، بیشتر ASI و AGI هم یه توضیح بدم. AGI میشه Artificial General Intelligence. وقتی مفهوم Artificial Narrow Intelligence و یا ANI که الان هست و با هم دیگه بفهمیم دقیقاً متوجه میشیم که AGI چیه. هوش مصنوعی که الان هست اون که گفتم ANI یعنی یه هوش مصنوعی که یه وظیفه خاص یا نهایتا چند تا وظیفه رو قراره انجام بده، با انسان ها صحبت کنه، تهش وایس تولید کنه و تصویر تولید کنه، تهشه دیگه. این Artificial Narrow Intelligence هوش مصنوعی الانه و نمیتونه بدون دستور و کمک و راهنمایی و انسان یه چیزی رو یاد بگیره، چه مهارت باشه چه علم باشه. Artificial General Intelligence یکم پیشرفته تره ولی از اون طرف هنوزم توسعه نیافته و باز نزدیک میشه به انسان و تو زمینه‌های مختلف هم هدفش یعنی حل مسائلش در حد انسانه. ASI اولا از الگوریتم های یادگیری ساخته شده که نیازمند یه سری الگوریتم پیشرفته است که مثل مغز انسان بتونه یاد بگیره و خودشو تطبیق بده. بعد مدل های زبانی بزرگ میخواد، طبیعتا خیلی بزرگتر از مدل زبانی بزرگ الان. باز میگم چت جی پی تی یه چت باته، جی پی تی 4o، جی پی تی 3.5، اینا یه مدل زبانی بزرگ. بله اینا کمک میکنه که ASI زبان طبیعی رو درک کنه و بتونه باهاش صحبت کنه. از اون طرف ما نیاز به هوش مصنوعی چند وجهی داریم که قادر باشه انواع مختلف داده، صوت و تصویر و متن و اینا رو پردازش کنه و تصمیم گیری پیچیده انجام بده. اولا که ASI تصمیم گیری های پیشرفته رو میتونه در حد انسان عمل کنه، مثلا تو زمینه های بهداشتی و امور مالی و تحقیقات علمی. بعد هم میتونه به پیشرفت های پزشکی و اکتشافات فضایی و اینا کمک کنه. بعدم خطاهای انسانی رو توی برنامه نویسی و مدیریت ریسک و اینجور چیزا میتونه کاهش بده و چون که میتونه تحلیل و تجزیه حجم بسیار بالایی از داده ها رو انجام بده، میتونه ایده ها و نوآوری های جدیدی رو ایجاد کنه. اول ویدیو هم با خطراتش شروع کردم، خطرات ASI. اولا که خود ASI یه هوش مصنوعی که خودآگاه، میفهمه چیه، میتونه یاد بگیره، میتونه خودش رو توسعه بده، خودش خطرناکه و میتونه از کنترل انسان فراتر بره و مشکلات زیادی رو به بار بیاره. بعدیش اینه که میتونه باعث بیکاری زیاد بشه و کار انسانها رو بگیره و اقتصاد دچار مشکل شه و نابرابری های اجتماعی اتفاق بیفته.
شغل‌ها و از دست رفتن شغل‌ها یه مسئله مهمیه که هوش مصنوعی داره. خیلی دوست داشتم که در مورد اون هم یه ویدیویی تولید بشه. اگه بشم که حتما باهاتون به اشتراک میذارم. بعد هم ASI میتونه در واقع برنامه‌ریزی اخلاق مداریش مشکله و اقداماتش ممکنه همیشه اخلاق مدار نباشه و ضد اخلاق انسانی باشه. و از اون طرف هم ممکنه اهدافی رو به سراغش که باز گفتم مطابق میل ما نیست و خطرناک باشه، اهدافی که بیاد و به بشر سلطه پیدا کنه، بیاد بشر رو برده خودش کنه و در حالی که ابتداعاً به ظاهر مفید به نظر میرسه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید.